الهی دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرم آن نیست. اشکهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد. پروردگارا پرسش هایی هست که جز تو کسی قادر به پاسخ دادنش نیست و دردهایی هست که جز تو کسی آن را نمیگشاید. پروردگارا تلاش هایی هست که جز به مدد تو ثمر نمیبخشد و تغییراتی هست که جز به تقدیر تو ممکن نیست. پروردگارا دعاهایی هست که به جز آمین تو اجابت نمی شود. خداوندا قدمهای گم شده ای دارم که تنها هدایتگرش تویی و به آزمونهایی دچارم که اگر دستم نگیری و مرا به آن محک بزنی شرمنده خواهم شد. اما من میدانم که تو هرگز این بنده ات را تنها نمیگذاری.